چرا رمضان را ماه صبر میگویند؟ این ماه مبارک، ماه رمضان و روزه‌داری آدم را صبور میکند و پرطاقت میکند، ارادهش رو مستحکم میکند و صبر در گرسنگی، صبر در تشنگی، صبر در نزدیک نشدن به شهوت. مثلا اراده دارد، خواهش دارد دست به معصیت، به گناه، به جنایت بزند، لیکن روزه مجبورش میکند که صبور باشد، تحمل کند، دست به این یا آن کرداری بد نزند. برای همین پروردگار در آیه 153 سوره بقره میگوید که همان پروردگار با صابران است، با صبر کنندگان است. مطلق انواع صبر، خود در گرسنگی و تشنگی باشد، خود در صبر در شهوت باشد، خود در معصیت باشد، خود در طاعت عبادت باشد، انواع گوناگون صبر است. این صبر پاداش خیلی بزرگ دارد. برای این در جای دیگر پروردگار می‌فرماید صابر و صبر کننده شخصیت تحمل پذیر کسی است که اجر و پاداشش وافر از جانب پروردگار عطا کرده می‌شود. این خیلی قدر و منزلت بالا دارد اگر کسی صبر را کرده تواند. مادامی که از این مکتب صبر خوب اگر گذشت، این ارادهش مستحکم می شود، پرطاقت می شود و در پایش استوار می شود. علاوه بر این مثلا ببین اکثر جای قرآن به صبر و تحمل پذیری تشویق ترغیب می کند. مثلا در سوره عصر پروردگار می فرماید قسم به زمان عصر که بنی بشر کلش در خسارت است، در ناکامی است، مگر انسان یا شخصیتی که 4 خصلت را داشته باشد: ایمان و اعتقاد قوی و در مقتضای ایمان و اعتقاد قوی عملی نیک کرده باشد، نکوکار باشد و یکدیگر را به نکوکاری و به صبر توصیه دهد. پس اینجا تشویق نه تنها به نکوکاری است، به ایمان و اعتقاد، عمل نیک و به صبر است، چون صبر بردباری است. حدیث هم است که مثلا کسی که صبر میکند این صفتی پروردگاری دارد، برای همین اجر پاداشش به حساب به صبر کننده عطا کرده می شود.